من اومدم دزدی، حالا شما هر کار میخوایم بکنیم. یو چطوری بچه‌ها؟ ام جی هستم. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. اومدیم امروز با هم دیگه یه ویدیو جدید بسازیم. همین. اینجا که من به هم میگه دوزی هم نیانم، من کلاه رو میذارم بریم ویدیو رو ببینیم. نایس. ببین این ویدیو قراره چند دقیقه بیشتر نباشه، خب ولی راجع به یکی از اسطوره‌های ایرانیه. یعنی کی؟ یعنی کوروش کبیر. خب که من دیدم چند تا جمله گفته بود که خیلی من خوشم اومد. یه چند تا راجع به مرگ و اینا بود، خدای قشنگ بود. اومدیم اونها رو بریم با هم دیگه ببینیم. پس ادامه ویدیو ما همراه باشید. تموم شده رفت. جمله اول چیه؟ گفته سه سخن آخر کوروش کبیر چی بوده؟ گفته که تابوتم را پزشکان حمل کنند تا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلوی مرگ را بگیرد. ببینید این یه آدم با اون همه عظمت اون زمان، ببین خدا وکیلی، بعد حالا شما مقایسه کنید. جمله دوم گفته که تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد. این مال دنیا رو میخوای چیکار؟ من میخوام. میخوای چیکار واقعا؟ ها؟ میخوای کجات کنی مال دنیا رو؟ بده بره، بده در راه خدا. جمله سوم نوشته که گفته دستهایم را از تابوت بیرون بگذارید تا همه بدانند که باید با دست خالی رفت. آقا داری میمیری. حالا من نمیدونم، یه سریا اعتقاد دارن به زندگی بعد مرگ، یه سریا ندارن. برای اونایی که دارن میگم واقعا چی با خودت میبری از این دنیا؟ مال و ثروت، حالا هم چه مال و ثروتی هم کسی نداره اونقدر، ولی خب ببینیم آخری چیه. اینو نگفته اصلا. این چیه؟ نوشته و چقدر زیباست سخن زرتشت که میگوید ای کاش آنقدر آب داشتم تا جهنم را خاموش میکردم و آنقدر آتش داشتم تا بهشت را میسوزاندم که مردم خدا را برای خودش بپرستن، نه برای بهشت و جهنم. دو ساعت بعد اینو مجسمه گذاشتم، من تو ویدیو دیده نمیشه، باورم نمیشه. صاحب کن ببینم اونجا مجسمه زرتشت اونجا، یا اینجا دقیقا اینجا. چقدر خوشگله. تقدیم با عشق و رحمتون. دیده مجسمه زرتشت رو؟ من بعد یه جای بهتر براش پیدا کنم، چون اونجا داره حیف میشه، پشت من افتاده. حالا ببخشید پشتم به شما سا، ولی خب خیلی خوب بچه‌ها، اینم از این. ولی بهتره برگردیم اول ویدیو رو این 3 جمله 4 جمله یه ذره فکر کنیم. اصلا به هیچ عنوان. جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ خب بالاخره کوروش به اون عظمت چرت و پرت که نمیگه. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، چنل سابسکرایب کنید، کامنت بذارین، نظراتتون راجع به ویدیوها بگین و تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.